بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان سلام. ماه محرم همواره یادآور توامان سوگ و حماسه است. سوگواری برای شهادت مظلومانه بهترین، شایسته ترین و شجاعترین بندگان خداوند و البته حماسه‌ای که برای همیشه تاریخ ثبت و ضبط شد. و این سوگ و حماسه نه تنها یک الگو بلکه بارزترین راهبرد شما مردم ایران برای عزتمندی و ذلت ناپذیری بوده، هست و خواهد بود. خوش آمدید به راهبرد. ما اگر تهدیدمون بکنن تهدیدشون میکنیم، اگر این تهدید رو عملی کنن ما هم تهدید رو عملی میکنیم. اگر به امنیت ملت ما تعرض کنن ما هم به امنیت اونها تعرض خواهیم کرد بدون تردید. این رفتار فرا گرفته از قرآن و این وظیفه است که بر عهده ما. در این برنامه راهبرد من در یک ارتباط مستقیم و تصویری با خارج از کشور گفتگو خواهم کرد با یکی از چهره‌های ناماشنای عرصه پژوهش و نگارش، چه در حوزه فرهنگ و چه در حوزه سیاست، که البته سابقه وزارت و مدیریت کلان در عرصه فرهنگی کشور رو هم عهده‌دار بودند. جناب آقای دکتر عطاالله مهاجرانی میهمان من و این برنامه راهبرد هستند. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. هم سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. بسیار متشکرم از دعوت و لطف شما. سلامت باشید. آقای دکتر مهاجرانی، در آغاز کلام من میخوام خواهش کنم که شما تحلیلتون رو بفرمایید از آنچه که در این جنگ 12 روزه گذشته سپری شد. به هر حال رژیم صهیونی تجاوز و تعرض به تمامیت سرزمینی ما را آغاز کرد. بسیاری از چهره‌های ارزشمند نظامی و عرض شود که دانشمندان هسته‌ای ما رو البته در کنار دیگر عزیزان از هموطنانمون به شهادت رسوند. آیا میتونیم بگیم که به اهدافش دست پیدا کرد؟ اجازه بدیم من یک مقدمه را عرض بکنم. ما در ماه محرم هستیم، در واقع ماهی که مکتب انسانیت، مکتب عشق، مکتب جهاد و مکتب شهادت هست و ملت بزرگ ایران تشریح کردند شهدای خودشون رو. به یک نکته هم عرض بکنم در مورد شهیدان ما، شهدایی که در واقع همه اونها مصادیق سربلندی و تحقق عزت برای ملت ما بودند. یه نکته بسیار لطیفی رو قرآن مجید در مورد درجه مؤمنان و اهل یقین و به طب شهیدان ذکر میکنه. نکته این هست که گاه از درجه برای شهیدان صحبت می شود یا برای مؤمنان. لهم درجات عند ربهم، برای اونها در پیش پروردگارشان درجاتی هست. یک وقت صحبت از این هستش که خود اونها درجه می شوند. هم درجاتون عند الله، در اینجا هم درجاتون عند الله، در آیه قبلی که اشاره کردم درجاتون لهم درجاتون عند ربهم. بله. ما شهیدانی رو در واقع تشریح کردیم، ملت ایران تشریح کرد که اینها تبدیل به درجه شدن. وقتی تبدیل به درجه شدن یعنی خود اونها معیار و میزان هستن و به طب نام و یاد اونها باقی میمونه و طبیعی است که دشمنان ما این فهم رو ندارند که شهید در واقع تمام نمی شود. شهید کسی است که نابود نمی شود، افق زندگی او و افق حضور او بازتر خواهد شد. اصلا مقام شهادت هم همین هست دیگه. بله. یعنی الان اگر ما با هم گفتگو میکنیم و با استفاده از امکان فنی که وجود دارد از لندن تا تهران این گفتگو در واقع صورت میگیرد،
شهید در مقطعی قرار میگیرد و نگاهی دارد که همه هستی رو میبیند. به طب ما در زیر سایه نگاه شهیدان هستیم. رحمت و رضوان خداوند بر همه آنان باد. انشاءالله. در مورد پرسشی که مطرح فرمودید، پرسش خوبیه، به خاطر اینکه ما جنگ رو متناسب با در واقع اهدافی که طرف شروع کننده جنگ رو آغاز میکنه میسنجیم. چون کسی که جنگ رو آغاز میکنه به طب یک اهدافی رو داره. مثال روشنی که میشود مطرح کرد، وقتی که صدام و ارتش عراق جنگ رو آغاز کردند، اونها اهداف آشکاری داشتن و اهداف نهانی داشتن. به عنوان مثال در اهداف آشکار اونها سقوط نظام جمهوری اسلامی بود. به همین خاطر صدام در آغاز جنگ وقتی که کنفرانس مطبوعاتی تشکیل داد و خبرنگار ایندیپندنت از او پرسید که خب این جنگ به کجا میرسد، در روز دوم جنگ که حمله کرده بودند به کشور ما، که به تعبیر امام خمینی رضوان الله تعالی علیه گفت دیوانه ای آمد و سنگی رو انداخت طرف. اون دیوانه در روز دوم جنگ گفت که من جواب شما رو هفته آینده در تهران خواهم داد. این همون در واقع تصویری بود که بعضی از اپوزیسیون ایران، مشخصا شاپور بختیار و ژنرال اویسی، برای صدام ترسیم کرده بودند که این پایان نظام جمهوری اسلامی است و فکر می‌کردم متوقف کردن انقلاب است، یعنی پدیده‌ای به نام انقلاب اسلامی به طب با سقوط نظام جمهوری اسلامی متوقف خواهد شد. و سوم در فکر تجزیه کشور بودن، البته مقدماتش رو آماده کرده بودن. و چهارم هم گمان میکردن که برای رسیدن به این اهداف مردم لااقل استان خوزستان ما و کردستان با ارتش عراق همکاری میکنن. خوشبختانه ما یک سند بسیار بسیار مهم و درجه اول و ممتازی در اختیار داریم، کتاب زمین سوخته احمد محمود. در واقع چگونه صدامی که گمان میکرد مردم خوزستان به استقبال او خواهند آمد و هلهله میکنن در برابر ارتش صدام، تبدیل شدن به مبارزانی که حتی یک بار یکی از ژنرال های صدام تعداد قابل توجهی از مردم خوزستان رو زنده به گور کرد. یعنی در واقع زنده اونها رو دفن کردن، به خاطر اینکه درست خلاف اون تفکیر بود. در مورد حمله اسرائیل هم به کشور ما، من گمان میکنم که اهداف مختلفی رو داشتن که اسمش رو من میگذارم در واقع جنگ مرکب، اهداف متفاوتی. یک هدف روشن سقوط نظام جمهوری اسلامی بوده. شما اگر اظهارات مقامات اسرائیلی رو به دقت جستجو بکنین، از جمله همون وزیر در واقع امنیت سابق که حالا تبدیل شده به وزیر تکنولوژی، من اسمش رو نمیارم، ایشون مدتی پیش گفت که ما همین امسال در تهران خواهیم بود. بعضی شعرهای تبلیغاتیشون گفتن که امسال ما در تهران خواهیم بود، یعنی اینکه نظام نمیتواند مقاومت بکند، یعنی اینکه تمام اسباب رو اینها سازماندهی کردن، یعنی اینکه اگر اینها در تهران باشن پدیده انقلاب اسلامی متوقف میشه. ضمن اینکه برای تجزیه ایران هم اینها از خیلی پیش در واقع تدارک دیده بودن. تمام سرمنشأ و سرچشمه تأمین، تسلیح، حمایت تبلیغاتی، سیاسی، مالی و تربیت کردن گروه‌های مسلح کردی در غرب کشور، مجاهدین خلق، گروه‌های بلوچ در شرق کشور و گروه‌های دیگر، تمام اینها در واقع سررشته‌اش وصل میشه به اسرائیل. البته اسرائیل که ما میگم فقط اسرائیل نیست، اسرائیل اون در واقع نوک پیکان قصه است، مثل در واقع قلده کوه یخ که ما از دور میبینیم. بقیه دستگاه اطلاعاتی هم همراه هستن و هم نوا هستن، کما اینکه در جنگ تحمیل عراق هم همین گونه بود. و روی در واقع این اهداف مختلفی که داشتن که پس ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی است، تجزیه ایران هست، متوقف کردن انقلاب اسلامی است، من گمان میکنم که اسرائیلی‌ها یک هدف مهمتری هم داشتن و اون هدف مهمتر نابود کردن پدیده‌ای به نام ایران هست. در واقع ایران تمدنی، ایران فرهنگی، که در واقع نابود کردن ایران در این مقیاس تمدنی و فرهنگی
به گونه است که در واقع میتوان گفت که اون وصیتی که بن گوریون داشت، بن گوریون گفت که من برای آینده اسرائیل نگران هیچ مسئله نیستم جز کشورهای بزرگ منطقه. در واقع به دلیل کوچک بودن و محدود بودن اسرائیل، جغرافیا و جمعیت و غیر ذالک، کشورهای بزرگ برای ما تهدید هستند. این 7 کشور بزرگ همواره مشخصا در فکر این بودن که این کشورها رو در واقع تجزیه بکنن که حالا بخشیش رو نسبتا موفق شدن تا حدودی، اما در مورد ایران به عنوان کشور اصلی که این حرف حسن هیکل هست، ایشون مهمان من بود، اومده بود ایران، گفت کشورهای حقیقی منطقه که ایران و مصر هم جزء کشورهای حقیقی میدانست، بایستی در برابر این طرحی که میخواهند اسرائیل رو مرکز خاورمیانه کنند. این همون حرفی است که نتانیاهو در کتابی که از او در واقع منتشر شد به نام جایزیر آفتاب، که این تعبیر رو هم از ادبیات کتاب مقدس گرفته، در اونجا مطرح میکنه که اسرائیل در خاورمیانه بایستی شبیه امریکا در جهان باشه، که به طب ما میبینیم که یک تناظری هم بین اسرائیل و امریکا هست. از این جهت مجموعه این اهداف در واقع داشتن، منتها حالا طبیعی است که به هیچ یک از اهداف نرسیدن. ما البته آسیب دیدیم، ما متضرر شدیم، ما شهیدانی رو به ظاهر از دست دادیم، اما حقیقتا دریافت کردیم. شما ببینید نکته رو، شهدای ما تقریبا فرماندهان سپاه همه اینها سن بازنشستگی گذشته بودن. اینها در واقع از جوانی خودشون رو با جنگ ایران و عراق، جنگ تحمیلی شروع کردن، 35 سال 40 سال یا بیشتر در واقع در صحنه بودن، تمام عمر جهاد و شهادت بود. خب اینها میبایستی در نرم ارتش‌های معمول جهان بازنشست میشدن، بعد حالا چند تا سفر میرفتن، حالا یا سفر زیارتی یا سیاحتی. یک دفعه زندگی اینها جهان رو در قله ترک کردن، نه جهان رو در دامنه رکود. و این من گمان میکنم که یکی از بزرگترین در واقع فضیلت هاست که خداوند وقتی که کسی رو دوست دارد، به تعبیر امام صادق علیه السلام، ان الله اذا حب عبدا غته بالبلاء غتا، خداوند اونها رو در آزمون در واقع غرق میکنه و اینها سربلند از این دریای آزمون و دریای خون مثل آفتاب میتابند. الحمدلله. آرزو علو درجات داریم برای جمعی شهدایان، به ویژه این شهدای سربلند جنگ تحمیلی اخیر که هرچه به یادگار گذاشته‌اند همان عزت است و پایمردی که نماد بارز ملت متمدن ایران اسلامی است. آقای دکتر مهاجرانی، دستگاه‌های تبلیغاتی اونها چون این چیزی رو بیان نمی‌کنند، اونها تلاش میکنن که به افکار عمومی القا کنند که اهداف محقق شده، اما واقعیت این است که اصلی ترین هدف اونها که گسست اجتماعی در داخل کشور بود محقق نشده. شما با این عرض بنده موافقین؟ بله، من گمان میکنم که در هر حال جنگ یک وجه نظامی داره، یک وجه امنیتی داره، یک وجه اطلاعاتی داره، اطلاعات نظامی، و یک جنگ روانی هم در واقع مثل چتر این مجموعه ها رو در بر میگیره. خب طبیعی است که اسرائیلی ها به دلیل اینکه شبکه‌های خبری که در جهان هستن، همان گونه که شبکه‌های فنی مثل فرض بکنیم که اپل، مثل در واقع متا، یعنی همه اینها به یک معنا مثل گوگل، اینها در پشت صحنه در واقع کمک میکنن که همین در واقع سیلیکون ولی اسرائیل رو، مرکز وایزمن رو که رزمندگان ما و سپاه در واقع نابود کردند، این یکی از همون مراکزی بود که اینها از همه همکاری ها و همگامی های جهان در واقع تکنولوژی به نحو در واقع حد اکثری استفاده میکردن. در جنگ روانی هم همینطوره. شما ببینید در این جنگ روانی اینها به گونه عمل میکنن که شهید قاسم سلیمانی، قهرمان ملی ما، یک تروریست است و احمد شر جولانی که یک تروریست داعش هست، یک دموکرات و آزادیخواه است. در واقع این فاصله رو، یعنی از قاسم سلیمانی که ضد داعش هست و در واقع داعش رو متوقف میکنه، البته داعشی که امریکایی‌ها طراحی کردن. هر موقع داعش در سوریه، در عراق با مشکل روبرو میشد، حتی امریکایی‌ها با هلیبرد اینها رو جابجا میکردن.
یعنی در مقطع قبلی که در واقع حلب رو نیروها آزاد کردن، تمام عناصر داعش رو با هلیبرد بردن به طرف در واقع مناطق دیگر و از جمله عراق، که این مقطعی بود که خانم کلینتون هم اعلام کرد. بله. یا شما ببینید در قضیه فلسطین، اینها هر موقعی که دوربین به طرف خانواده‌های اسرائیلی میره یه بچه رو نشون میدن که داره گریه میکنه برای مثلا پدرش که الان اسیر حماس است، ولی ده ها هزار کودک فلسطینی رو که میکشن هیچ دوربینی به طرف اونها نمیره. آقای دکتر، یعنی 18,000 کودک فلسطینی شهید شد. جنگ روانی محاسبه شده و بعدا هم خب طبیعی است که شبکه‌هایی رو هم برای همین قضیه از جمله شبکه‌های فارسی رو ساماندهی کردن که بعضی از این شبکه‌ها بی‌نقاب هستند، برهنه از اسرائیل حمایت میکنن، اصلا گزارشگرش در اسرائیل در واقع ساکن هست. بعضی هم نه، یک مقدار با یک ملاحت و یک مقدار آب زیر کاه، ولی ملوث همون جهتگیری حمایت رو دارن. از این جهت این فرض رو ما بایستی به شکل جدی بهش توجه بکنیم. جنگ روانی رو هم مثل جنگ نظامی و امنیتی و اطلاعاتی بایستی جدی گرفت. من گمان میکنم که تا به حال ما جنگ روانی رو جدی نگرفتیم. یعنی در واقع اسباب و عناصر و لوازم مبارزه با جنگ روانی رو چنان که بایست، نه اینکه هیچ کاری نکردیم، نه. یعنی اگر همان گونه که صنایع موشکی ما در عملیات نظامی در واقع خودش رو نشان داد و دست بالای ملت ایران رو در واقع نشان داد، ما در جنگ روانی هم میبایستی مهمترین در واقع طرح‌ها، برنامه‌ها، چهره‌ها، زمینه‌سازی‌ها رو انجام میدادیم. ما مثال میزنم، شما ببینید به عنوان نمونه فرض بکنیم که یک شبکه عربی، البته انگلیسی اسپانیش هم هست، المیادین، خیلی کار بزرگی انجام میداد برای مخاطبان غیر فارسی زبان. یعنی شما احساس میکردین که اینها با توانایی که دارند میتوانند مفسران، افراد صاحب نظر رو از سراسر دنیا بسیج کنن، حرف بزنن. ما خودم واقعیتش این هستش که بخش عمده نگاه هم رو به لحاظ تفسیری و تحلیل مسائل از همین در واقع افرادی که در گوشه و کنار جهان هستن و این جنگ روانی رو خوب میفهمن، خوب میشناسن، هم تخصص دارن، هم زبان روشن دارن، هم مصادیق در واقع بسیار بسیار گویایی رو مطرح میکنن. از این جهت من میتونم بگم که بله، دشمن این جنگ روانی خودش رو ساماندهی کرد که در این جنگ روانی چند مشخصه رو میتوانیم ببینیم. یکی اینکه دوربین رو روی خسارت‌های اسرائیل بستند. حتی در واقع شما شاهد بودید که خبرنگاران بی بی سی، چه بی بی سی فارسی چه بی بی سی در واقع انگلیسی ورد، اینها میگفتن ما رو راه نمیدن به خیلی از مناطق، فقط ما رو به یک جایی میارن که یک ساختمانی هست. یعنی فرض بکنیم که اگر یک بیمارستانی هست ما رو میارن، دیگه به ما نمیگن که در اضلاع این بیمارستان مراکز اطلاعاتی ارتش در واقع CFI اسرائیل هست. یعنی مهمترین مراکز اطلاعاتی که در واقع مثل گوشواره در سه گوش این ساختمان بیمارستان بودن که نتانیاهو هم اومد جلوی همون ساختمان بیمارستان، به بیمارستان ترکش ها خورده بود، بمب در واقع موشک ما به مراکز اصلی اطلاعاتی خورده بود. اما از اون طرف قضیه این جنگ روانی به کشور ما به گونه‌ای تمرکز پیدا میکنن که تمام شد. تمام آسمان ایران در اختیار اسرائیل است، تمام در واقع رفت آمدهاست. الان اگر وزیر خارجه ایران بخواد سفر بکنه باید بره از اسرائیلی ها اجازه بگیره. در واقع یک طرف رو در منتهای ضعف نشان میدن، یک طرف رو هم در منتهای اقتدار و قدرت. اینها عناصر جنگ روانی است که به طبع ما بایستی هم توانایی خودمون رو نشان بدیم و هم بتوانیم نقاطی رو که ضعف دشمن هست و خسارت‌های دشمن، به تعبیر قرآن مجید انهم یعلمون کما تعلمون، همونطوری که شما متعلم میشید و رنج میبرید و درد میکشید، اونا هم همینطور هستن. ما بایستی در این جنگ روانی در واقع این عناصر رو نشان بدیم که اونها نتونن دست بالا پیدا بکنن. البته وقتی خداوند دستش بر قلب‌های ملتی هست، تمام جنگ روانی برای این هستش که مردم رو تحت تاثیر قرار بدن. خب این مردم که تحت تاثیر قرار نگرفتن، شما به عنوان در واقع ارتش اسرائیل اومدید تمام حتی مراکز امنیت
داخلی ما رو که ربطی نداشت در واقع به تهدید برای اسرائیل، قرارگاه سارالله، قرارگاه سید الشهدا در تهران که در واقع غیر از قرارگاهی بود که ارتباط پیدا میکنن با مسائل منطقی، شما اینها رو چرا زدید؟ و بعدا شما میبینید که خبرنگار اسرائیلی مناشه امیر که اخیراً هم یک پیامی رو مستقیم از طرف موساد اعلام کرد، اعلام میکنه بله ما این مراکز بسیج رو هم موفق نشدیم در همه جای ایران بزنیم تا در واقع همه مراکز سرکوب زده بشه و این کار ناتمام موند. خب چرا؟ در واقع اینا میخواستن زیر چتر در واقع جنگ روانی و نفی مراکز حفظ امنیت کشور، حافظان امنیت، به گونه‌ای پیش برن که نظام سقوط بکنه. منتها در واقع این اتفاق نیفتاد و به تبع اون جنگ روانی هم به ثمر نرسید و الان شما می‌بینید که برعکس شد. یعنی وقتی که روزنامه‌های اسرائیلی رو ما نگاه می‌کنیم، خبرنگاران اسرائیلی سخن میگن، به مرور دیگه اون آثار و ضعف‌هایی که در واقع اسرائیل خود گفت آبستنی نهان بود و زادن آشکار، حالا اسرائیل خیلی پنهان کرد این ضرباتی که خورده بود، ضربات بسیار بسیار مؤثر. یعنی من معتقدم که در واقع مهمترین علتی که اسرائیل رو به آتش بس کشاند و اینها متوقف شدن و مختل شدن، این تدبیری بود که در هدایت جنگ انجام شد و ما روز به روز در جنگ 12 روزه در عرصه عملیات موشکی قوی تر شدیم. این موشک سجل که دیوانه کرد اینها رو، در واقع موشکایی که به شکل خوشه‌ای در یک منطقه منفجر می شدن و اصابت می کردن. حسرتی که در دل مسلمان ها بود در اینجا در لندن، بعضی از این دوستان من، دوستان فلسطینی، دوستان لبنانی، دوستان مصری، گفتن این غزه را وقتی که ما می دیدیم یک حسرتی در دلهای ما بود. چرا اینجوریه؟ چرا ما در واقع در برابر این همه جنایت و این همه خشونت و این همه نسل‌کشی ما داریم فقط نگاه میکنیم؟ شما از راه رسیدید. ببینین ما از راه رسیدیم به این معنی بود که اسرائیل همیشه خودش رو برنده جنگ 6 روزه میدونست، از 15 خرداد تا 20 خرداد 46 اومدن اعلام کردن که در واقع ما 4 تا کشور عربی رو همزمان شکست دادیم، کشورهای عربی دیگر هم حمایت میکردن. اصلا اسم این رو خود اسرائیلی ها به سرعت گذاشتن جنگ 6 روزه، ملخم ششت هایاییم در واقع. اینو تبدیل کردن به یک در واقع پرچمی که ما در 6 روز همه جهان اسلام رو شکست دادیم. خیلی خوب، شما که در 6 روز همه جهان اسلام رو شکست دادید، جنگ روانیتون رو هم متناسب با همین سامان دادید علیه کشور ما. شما که در 12 روز در برابر یک کشور شکست خوردید. از این جهت من گمان میکنم که اونها با جنگ روانیشون یک اهدافی رو داشتن ولی نرسیدن. متشکرم از جناب عالی دکتر مهاجرانی. گفتگو رو با شما ادامه خواهیم داد. دعوت میکنم از بینندگان محترم که بخش رو ملاحظه کنن. برمیگردیم و بازم از استودیو و گفتگو با دکتر مهاجرانی در خدمتتون خواهیم بود. The situation is simple. Israel is aggressing, attacking Iran, being sponsored by United States and co-sponsored by NATO powers. Israel is committing genocide, on a live and going genocide, being transmitted by social networks and even by television. Iran is full committed to developing a peaceful nuclear production, especially for nuclear medicine branch. And there is not a single word in international law that allows any country to attack in a preventive way or preemptive way another one. Doesn't matter why. Iran has not only have the right to defend, but the duty to do this. And the first objective is to keep safe the Iranian soil and territory, their goods, their assets, and the possibility to grow and go forward a destiny which
must be written by their own population with their own institutions, not with non-hypocrite, which is a criminal-minded, oriented like Benjamin Netanyahu, or the gambler, a casino manager like Donald Trump. It is what it is. متشکرم از توجه شما بینندگان محترم شبکه یک به برنامه راهبرد. آقای دکتر مهاجرانی، آنچه که این روزها در فضای سیاسی و البته تبلیغاتی از سوی رئیس جمهور ایالات متحده مطرح میشه دعوت ایران به مذاکره است و البته که در پاسخ هم آقای دکتر عراقچی وزیر محترم خارجه کشورمون گفتن که میز مذاکره رو طرف مقابل یعنی امریکایی ها نابود کردند و هیچ وقت ایران میز مذاکره رو از اساس ترک نکرده بود. علی ای حال پرسش من این است که آیا این دعوت به مذاکره از سوی رئیس جمهور ایالات متحده یک بازی تبلیغاتی است یا نه واقعا دونالد ترامپ مذاکره رو به مثابه یک راه حل برای برون رفت از مشکلات میدونه؟ ارشاد، بعد از تجربه‌ای که ما در واقع داریم، یعنی ترامپ نامه‌ای نوشت برای آیت الله خامنه‌ای و مذاکرات شروع شد. به تعبیر خود 60 روز مذاکره کردیم. در روز 61 اسرائیل حمله کرد به ایران. پیدا بود که در واقع همون موقعی که ما داریم مذاکره می‌کنیم و همون موقعی که نامه رو نوشته، طرح حمله به ایران بررسی می‌شده. مذاکره یک چتر و یک پوشش بوده برای حمله‌ای که در واقع اسرائیل انجام داد. یعنی شما این رو فریب می‌دونید؟ بله. شما این به مذاکرات رو یک نوع فریب می‌دونستید؟ قطعاً. یعنی من معتقدم که اینا از اول می‌دونستن که در واقع طرح حمله نظامی هم هست. حتی بعداً گفتن که ما بمب‌های در واقع سنگرشکن با همین هواپیمای بیدو که آمدن اینها رو هم از قبل ما ساماندهی کرده بودیم. پس اون مرحله اولش من معتقدم که فریب بود. مرحله دومش اروپاییان وارد طرح فریب شدند. یعنی در مرحله دوم هم که در واقع ترامپ اعلام کرد تا 2 هفته من مهلت میدم در واقع به ایرانی ها و اروپاییان آمدن، اجلاس ژنو هم برگزار شد و بعد امریکا حمله کرد. یعنی در واقع 2 هفته که هیچ، در روز دومش، شب دومش هواپیما حمله کردن به ایران. پس ببینید مذاکره وقتی که امریکا میگه، ما مذاکره رو به معنای این که واقعا میشود اطمینان کرد، اعتماد داشت به امریکا، حتی این امریکا اگر غیر از ترامپ هم باشه. حالا ترامپ در واقع شخصیتی داره که حالا ما که دورانی که نوجوان بودیم این حوض‌های دستی توی خونه ها بود، لوله کشی نبود. این چپ این حوض‌ها که آب سبز میشد و در واقع به یک معنا این سبزی آب توی چشم هم میزد. چپ حوض نوعی لجن گرفته میشد. حالا ما در عراق میگفتیم خره. گاهی حوضو که میخواستن تمیز بکنن این خره ها میامد بالا و این چهره آبی که مونده بود دیگه کاملا گلالود میشد. ترامپ اون خره است که اومده بالای حوض. و الان شما اگر بیاین مقایسه بکنه همین آقای اوباما که خیلی در واقع شیک و پیک و خوش‌زبان بود با ادبیات بهتر، در سال 2008 وقتی رفته بود اسرائیل اهدافی رو مطرح کرد که الان ترامپ داره انجام میده. یعنی اعلام کرد که ایران گیم چنجر هست، بازی به همزن هست و ما تحمل نمی کنیم یک ایران که بتواند در واقع تبدیل به یک قدرت منطقه‌ای بشه. حالا این بحثش بحث دیگری است. من گمان میکنم که پس این یک. نکته دوم که حالا برای بار چندم از مذاکره صحبت میکنند، در دوران اوباما توماس فریدمن یک مقاله نوشت در نیویورک تایمز. خب اون مهمترین در واقع ستون‌نویس نیویورک تایمز هست. به اوباما توصیه کرد گفت تو که داری با ایرانی ها مذاکره میکنی، در واقع برجام شروع شده بود، داری مذاکره میکنی، این کلت نتانیاهو رو هم با خشاب پر بگذار روی میز کنار دستت. یعنی در واقع در مذاکره از این کلت با خشاب پر نتانیاهو یعنی اسرائیل استفاده کن. ترامپ استفاده کرد، یعنی این کلت از روی میز برداشته شد و به سوی ما شلیک کرد. و در واقع مذاکره وقتی گفته می شود، این مذاکره یک نقابی هست برای فعالیت نظامی، برای عملیات نظامی، برای طرح فریب،
به اضافه اینکه شما دیدین حتی در مذاکره کسی که میخواد مذاکره بکنه که تهدید نمیکنه، شما باید تصمیم مطلق باشه. یعنی گویی ما ایران مثل ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از بمباران هسته‌ای هیروشیما و ناکازاکی هستیم، ما مثل عراق بعد از اشغال توسط امریکا هستیم، حالا امریکا آمده داره شرایط خودش رو به ما دیکته میکنه با این زبان. و از این جهت من معتقد هستم که حالا هم که در واقع از زبان دوستی استفاده میکنن، بهتر از همه سعدی گفت چون دشمن از همه حیلتی فروماند، سلسله دوستی بجنباند، آنگاه در دوستی کارهایی کند که هیچ دشمن نتواند. از این جهت من معتقد هستم که ما بایستی به تعبیر پیامبر اسلام صلوات الله علیه که فرمود المؤمن کیس فتن حذر، در واقع بایستی با کیاست و فطانت و پرهیز نگاه بکنیم به همین دعوت‌ها و مطلقاً در واقع امریکا و مطلقاً ترامپ به عنوان یک مصداق در این مقطعی که ما هستیم قابل اعتماد نیستن. اما معنی سخن من این نیست که ما بگیم مذاکره نمی‌کنیم، در واقع ما توجه بکنیم به آنچه که پشت صحنه و موسیقی متن مذاکره است که ترامپ ادعا. در چه شرایطی آقای دکتر مهاجرانی فکر می‌کنید که مذاکره کردن نتیجه بخش خواهد بود؟ ببینید ما مذاکره رو نباید در این موضوع قرار بگیریم که بگیم مذاکره نمی‌کنیم، اما باید در واقع بدونیم که طرف مذاکره ما چه کسی است، تجربه چگونه عمل کرده. بعداً اگر ما در واقع در مذاکره در هر گامی که برمی‌داریم طرف مقابل هم یک گام عملیاتی قابل سنجش مشهود انجام داد، مثلا در واقع آمدن و بخشی از تحریم ها رو برداشتن در گام اول مذاکره، نه اینکه ما همچنان در مذاکره هستیم امتیازهایی که اونها لازم هست رو از ما بگیرن، ما گام به گام و مرحله به مرحله امتیاز نگیریم. ممکنه در واقع در این مذاکره‌ای که من عرض میکنم اگر به شکل عملیاتی، یعنی هم به لحاظ نظری گفتگوها پیش میره، هم به لحاظ عملیاتی روی زمین اتفاقی میفته، بر اساس اتفاقها ما میتوانیم بگوییم که این گام دوم، این گام سوم مثبت بود، گام چهارم را هم بر میداریم یا بر نمیداریم. ممنونم آقای دکتر مهاجرانی. من در مواضع و اظهارات شما که بررسی میکردم دیدم که شما پیشنهاد خروج ایران از NPT رو مطرح کردید. دلیل ایراد این نظر چیه؟ اولا در خود در واقع معاهده NPT ماده 10 مطرح کرده که کشوری که عضو هست میتونه تقاضای خروج بکنه، پس در واقع خروج از NPT ناممکن نیست، برخلاف اظهار نظری که گروسی 3 روز پیش مطرح کرد که ایران نمیتونه یک طرفه در واقع خارج بشه. حالا در هر حال مجلس یک راهنمودی رو، یک قانونی رو به عنوان در واقع یک راه در برابر دولت گشوده به عنوان یک سیاست. مجلس سیاستگزار هست که دولت هم بر اساس این سیاست و ماده 10 که عملی است انجام بده. نکته دوم، کره شمالی از این ماده استفاده کرد. در واقع کره شمالی عضو NPT بود، به این نتیجه رسید که در واقع نباید عضو NPT باشه، درخواست کرد. حالا یک پروسه‌ای داره چگونگی بازگشت از NPT. این دوم. نکته سوم، مجموعه اطلاعاتی که در واقع حالا ما اطلاعات دقیق تفصیلی در هر حال به یک معنا محکمه پسند ممکنه نباشه، ولی احساسی که من دارم این هستش که سازمان در واقع آژانس اتمی به رهبری آقای گروسی مرکزی هست برای جمع‌آوری اطلاعات از مراکز هسته‌ای ایران و در اختیار قرار دادن این اطلاعات برای اسرائیل و برای امریکا. حتی من تردید ندارم که بخشی از کارشناسانی که وارد کشور ما میشن در مراکز هسته‌ای ما در واقع به عنوان کارشناس وارد میشن، اینها مستقیما عوامل امریکایی و اسرائیلی نباشن. این در واقع نکته بعدی است و البته من معتقدم که بر اساس اطلاعاتی که دستگاه اطلاعاتی ما با توانایی شگفت‌انگیز از اسرائیل خارج کردن، ما میتونیم یک سری اطلاعاتی رو بعداً به زمان خودش و به تناسب مطرح بکنیم که چگونه آژانس به شخص گروسی
اطلاعات ما رو درباره پیشرفت کار ما، درباره اسامی دانشمندان هسته‌ای ما در اختیار اسرائیل قرار داده. این نکته از این جهت اهمیت داره که همین در واقع 2 روز پیش گروسی به یه شکل پریشان احوال و دستپاچه‌ای گفت که اطلاعات آژانس رو در واقع ایران به دست آورده. خب خیلی چیز عجیبیه. اطلاعات آژانس رو که ما که از آژانس به دست نیاوردیم، این اطلاعات بوده که در اسرائیل بوده. خب اطلاعات آژانس در اسرائیل چه کار میکرده؟ معنیش این هستش که پس آژانس اطلاعات رو به اسرائیل در واقع تحویل داده. مجموعه اینها در هر حال ما رو به یک نقطه‌ای میرسونیم که در هر حال آژانس یک نسبتی با اسرائیل و امریکا پیدا میکنه. و چهارم، خب چرا آژانس حمله به مراکز اتمی ما رو محکوم نکرد؟ هم اسرائیل حمله کرد و هم امریکا حمله کرد، مطلقاً در واقع محکوم نکرد. و پنجم هم اساساً برای حمله اسرائیل به کشور ما آژانس با یک شتاب زدگی در شورای حکام بحث را مطرح کرد. گروسی کاملاً چند پهلو صحبت کرد که گویی ایران مطمئن نیست اطلاعاتی که ما داده، نیات ایران روشن نیست، بالاخره ما رو محکوم کردن. فرداش هم ارتش اسرائیل به ما حمله کرد. روز بعدش هم گروسی گفت نه، ما موارد مشکوک قطعی در ایران ندیدیم. در واقع بازی کرد با ما. من گمان میکنم که بر اساس این 5 نکته‌ای که من عرض کردم، تصمیم مجلس تصمیم عاقلانه، به هنگام و قابل پذیرشی است، به لحاظ حقوقی، به لحاظ بین‌الملل، به لحاظ تجربه‌ای که با آژانس داریم و به لحاظ حفاظتی که باعث از مراکز هسته‌ای خودمون داشته باشیم. متشکرم از شما آقای دکتر. همچنان با شما هستیم. بخش دیگری رو تقدیم بیننده‌های محترم به برنامه راهبرد خواهیم کرد و باز هم گفتگو خواهم کرد با جناب آقای دکتر مهاجرانی. شنیدی میگن هر دروغی یه روزی رسوا میشه؟ این روزها دروغی که رسانه‌های خارجی شبیه آثار باستانی علیه ایران درست کرده بودن تا بگن ایران محور شرارته، حالا شبیه دکوری‌های قدیمی توسط مردم دنیا به گوشه زباله‌دونی پرتاب میشه. اینجا عراق است و حمایت تمام قد از ایران. مردم در دل یه تجمع بی سابقه با تمام وجود از ایران حمایت و اسرائیل رو محکوم میکنن. اینجا ژاپن است و حمایت از ایران. سرود ملی ایران را ژاپنی‌ها می‌خوانند. آینده معنی و جوابنا جمهوری اسلامی ایران. اینجا لبنان است و حمایت از ایران. ایران را صدا می‌زنند که التیامی است بر دلشان از جنایات رژیم کودک‌کش. اینجا اسپانیا است و حمایت از ایران. صدای حمایتشان از ایران شنیده می شود. اینجا آمریکاست و حمایت از ایران. وقتی حقیقت را نمی توان پوشاند. اینجا گوشه ای از ایران است. صدای غیرت، شجاعت و وطن به بلندای آسمان میرسد. این صدای مردم از اقصا نقاط جهان نیست، بلکه موشکی است که بر دل دشمن لرز انداخته. بنویس حمایت از مردم ایران، اما تو بخوان نابودی رژیم کودک‌کش صهیونیستی. ممنونم که همچنان راهبرد رو از شبکه یک سیما ملاحظه می کنید. آقای دکتر مهاجرانی، جناب عالی اشاره کردید که وتوی
پیشنهاد آتش بس در جنگ غزه و لبنان فروپاشی نظام جهانی است. من خواهش می‌کنم که این رو تبیین بفرمایید برای بیننده‌های ما که این فروپاشی به چه نحوی اتفاق افتاده و در چنین شرایطی جایگاه ایران ما کجاست و ما چه بهره‌ای میتونیم ببریم از آنچه که امروز در عرصه بین‌الملل در حال رخ دادن است. در عرصه بین‌الملل یا آنچه که به عنوان نظم جهانی امریکایی مطرح می‌کنند، یعنی امریکایی‌ها مرکز جهان هستند، رئیس جهان هستند و بقیه کشورها باید تبعیت بکنند. تمام سازمان‌های بین‌المللی هم مثل سازمان ملل، شورای امنیت، آژانس اتمی، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، همه بایستی در واقع مطیع امریکا باشند. ادوارد سعید در کتاب شهرشناسی خودش یک جمله خیلی عجیبی رو داره. یک جمله هست ولی این جمله در واقع گویی یک جهان رو در خودش مخفی کرده یا پوشانده. میگوید که وست، این وست با دبلیو کپیتال هست، دبلیو بزرگ، وست اند رست، اون در واقع رست هم با آر اسمال یا کوچک هست. غرب در واقع وجود دارد، بقیه هم بقیه هستن. در واقع ما در جهان فقط غرب داریم. حالا این غربی که گفته می شود به این معنی است که در واقع امریکا در مرکزیتش هست دیگه. حالا متنبی گفت که فقر حتی لیس للغرب مغربو، تو آنچنان به غرب برو که دیگه هیچ غربی پس از اون نیست. این غرب در واقع غیر از غرب جغرافیایی نسبت به ما یک غرب سیاسی هم هست که در واقع ما در اورینتالیسم ادوارد سعید میبینیم. حالا این در واقع غرب در قصه فلسطینی ها به این نتیجه رسیدن که قضیه فلسطین رو تمام کنند و این هم برمیگرده به این که جدید هم نیست. از زمان بنگوریون گفت که فلسطین تمام شده داستانش. برای اینکه پیرمردها و پیرزنها فراموش میکنند، جوانها هم که در واقع یادشون میره که چیزی به نام فلسطین بوده. که البته موقعی که بنگوریون مرد، هم یحیی سنوار هم در واقع دیگر مجاهدان بزرگ فلسطینی مثل محمد ضیا، اینا همه در واقع نوجوان هم نبودن، یعنی کودک بودن. پس اینا کودکانی بودن که فلسطین رو فراموش نکردند و این مقطع در واقع مقطعی بود که اونها گمان میکردن همان گونه که طرح تطبیع رو به قول خودشون، طرح تطبیع یعنی طرح تبعیت و تسلیم. من یادم هست در یک کنفرانسی در واتیکان بودم، از شخصیت‌های در واقع ممتاز علمی و روحانی ایران آقای دکتر مصطفی محقق داماد هم بودن، شاهزاده حسن ولیعهد سابق اردن هم بود. یک صحبت خصوصی بود و این بحث مطرح شد که چی شد که شما رو برکنار کردن. در واقع یک دفعه امریکایی‌ها وارد صحنه شدن، ملک حسین مریض بود، در حال شیمی درمانی بود، او رو برده بودن امریکا. او رو در یه حالتی که زندگی گیاهی هم داشت، در واقع با کاملا شکل و شمایل متحول شده، تمام موی سر رو در واقع حتی ابروان ریخته، او رو آوردن در اردن، ولیعهد رو تغییر دادن، یعنی امیرحسن رو گذاشتن کنار و در واقع عبدالله رو که الان شاه هست سر جاش گذاشتن به عنوان ولیعهد. حالا یک ولیعهدی که 35 سال بود ولیعهد بود و در هر حال شخصیتی شناخته شده هم بود. امریکایی‌ها به من گفتن اگر هر چی ما بگیم تو گوش بکنی ما از تو حمایت میکنیم. من گفتم نه، من اینجور نمیتونم در واقع بشم پادشاه کشورم که هر چی شما گفتید من گوش بکنم. این در واقع سخن ملک حسن، البته ملک نشد، ولیعهد حسن. بله. آره ایشون در واقع سخنش من رو یاد کتاب پاسخ به تاریخ شاه انداخت. شاه در مقدمه پاسخ به تاریخ، البته نسخه انگلیسیش، شاه میگه که من از این امریکایی‌ها تعجب میکنم، هرچه از من خواستن من عمل کردم. هرچه خواستن در واقع پس یک جایی هست به نام امریکا که او فرمان میده کشورها بایستی بپذیرن. شما ببینید همین لحنی که ترامپ در برابر ایران هم انتخاب کرد، گمان میکرد مثلا ایران هم اردن هست،
ایران هم در واقع همین کشورهای کوچکی هستن که در منطقه هستن که مثل در واقع اطفال آزمایشگاهی میمونن، عمرشون هم در واقع کمتر از 70 سال از خیلی از اینها. گمان میکرد ایران هم همین جوره. نظم جهانی هم یعنی اعمال اراده امریکا. خب روبرو شدم با یک کشوری که این نظم جهانی رو به این شکلی که امریکایی‌ها تفسیر میکنن نمیپذیره، در برابرش رو میسته. طبیعی است که در واقع در این قصه‌ای که اتفاق افتاد که اینها میخواستن موضوع فلسطین رو و موضوع مقاومت رو کلاً در منطقه ریشه‌کن کنن، حضور ایران و به ویژه این اشتباه استراتژیک و سوء تفاهم این که اسرائیل و امریکا داشتن در حمله به ایران که فکر میکردن این حمله با تمام عناصرش و تمام پیشبینی‌هاش موجب سقوط نظام جمهوری اسلامی خواهد شد، نتوانست اون نظم جهانی کیسینجری در واقع با تفسیر و اساساً کیسینجر کتاب هم داره به همین نام در واقع نظم جهانی، اون که امریکایی‌ها می‌خواستن در واقع عملی نشد. خیلی ممنونم آقای دکتر. ما تقریبا در این گفتگو با تحلیل جناب عالی با دیدگاه‌های شما در خصوص موضوع اخیر رخ داده که کانون تحولات جهان بود دیگه، این تجاوز آشکاری که به کشور عزیز ما ایران اسلامی انجام شد و البته پاسخ‌های سخت و کوبنده ملت ایران توسط فرزندانشون در نیروهای مسلح و البته اون اتحاد و انسجام و همدلی که ایجاد شد که به هیچ وجه نمیتونیم از اون چشم پوشی کنیم. اساس راهبرد جمهوری اسلامی ایران به نظر من همین مردمی هستند که این گونه به میدان آمدن، در همه صحنه‌ها از ابتدای پیروزی انقلاب تا الان در میدان بودن و در این مقطع حساس که دنیا خیلی تبلیغات میکرد روی این تجاوز آشکار باز هم خودشون رو نشان دادن و نمایان کردن و الگوهای کهن خودشون رو یک بار دیگه به رخ جهان کشیدن که هیهات من الذله و آنچه که سبب عزتمندی ملت هم هست همین ذلت ناپذیری است. اما آقای دکتر من در پایان دو پرسش دارم، خواهش می‌کنم کوتاه پاسخ بفرمایید. یکی این که ما چه درس‌هایی باید بگیریم از آنچه که تا الان سپری شد؟ حالا نمیدونم چقدر اصلا شما این شرایط رو پایدار میدونید. آنچه که فعلا ما میتونیم بگیم توقف تجاوز از سوی متجاوز بوده و ما هم گفته بودیم که تا زمانی که تجاوز ادامه داره پاسخ کوبنده میدیم. ما هم به این دلیل پاسخ رو ادامه ندادیم، البته که ضربه آخر رو سنگین ما زدیم. اولا چقدر اینو پایدار میدونید و ثانیاً که چه درس هایی گرفتیم و برای اینکه این درس ها تجربه بشود و ذخیره بشود برای ادامه مسیر عزتمند کشور چه باید بکنیم؟ من نظرم چند نکته رو میشود در واقع فشرده مطرح کرد. یکی اینکه شاید هوشمندتر از هر کسی فرمانده سپاه سردار پاکپور مطرح کردن که ما همان گونه‌ای که در واقع آتش بس رو پذیرفتیم دستمون روی ماشه است، انگشتمون روی ماشه است. این در واقع انگشت ما روی ماشه است یعنی ما خوشخیال نیستیم. هر آن ممکن است که شما آتش بس رو بشکنید. اساساً اسرائیل متخصص شکستن آتش بس است. شما اگر عمر اسرائیل رو در واقع ما منحنی عمر اسرائیل رو بکشیم، تجاوز نظامی به همسایگان و کشورهای مختلف و شکستن آتش بس در تمام مراحل هست. این در واقع ویژگی اسرائیل هست. خب طبیعی است که آن سوی قضیه هم امریکا هم که حمایت میکنه، اینها با اهدافی که در مورد کشور ما دارن دنبال فرصت هستن. الان خبرهایی که کم و بیش به گوش انسان میرسه به سرعت دارن اسرائیل رو تجهیز میکنن به خاطر اینکه ذخایر مهمات و تسلیحات اسرائیل در دفاعهای در واقع ضد موشکیش تمام شده بود، یعنی بایستی به سرعت در واقع تامین بشه. ممکن استش که در واقع در همین فاصله دنبال ساخت بمب‌هایی باشن که در ارتفاع یا عمق بیشتری در واقع بتواند تخریب کند. اگر متوجه شدن که بمب‌هایی که دارن که تا 60 متری فرض بکنیم که میتواند تخریب بکند اینها نتونستن مؤثر باشن، ما احتمال بدیم که ممکنه اونا همین الان که ما داریم صحبت میکنیم در حال طراحی بمب‌هایی هستن که ممکنه تا 100 متر رو هم طراحی کردن. پس در واقع ما بایستی به تعبیر حضرت امیر در نهج البلاغه اونها به خواب نمی روند، ما هم در واقع نبایستی به خواب بریم، بایستی کاملا در نظر بگیریم. این یک نکته است که در هر حال من معتقدم که
در جنگ همیشه بایستی بدترین پیشبینی ها و سناریوها رو محتملتر دانست. یعنی ما خودمون رو آماده بکنیم نه برای خوشبینانه ترین وضع ممکن، بلکه برای بدبینانه ترین وضع ممکن. این یک. بله. نکته دوم، من معتقد هستم که درس خیلی بزرگی که ما در این جنگ 12 روزه گرفتیم حیرت انگیز هم بود از هر جهت. نخستینش رهبری آیت الله خامنه‌ای بود در این 12 روز. میدونید من متخصص در واقع تاریخ ایران و اسلام هستم. من گمان میکنم که چنین رهبری و چنین 12 روزی و چنین فراز و فرودی و چنین التهابی در واقع در تاریخ کشور ما کمتر اتفاق افتاده و چنین آرامش و تدبیر و تحملی در رهبری کشور، یعنی این صدایی که در واقع صدای طمأنینه و آرامش بود، جامعه رو در واقع کاملا مستقر و مطمئن و با امید و حفظ آرمان اداره کرد. بازسازی سپاه و بازسازی ارتش، نصب فرماندهان در فاصله بین 8 تا 10 ساعت، در واقع جنگ رو اونها شروع کرده بودن، شب پاسخ گرفتن. یعنی این فاصله در واقع که گمان میکردن تمام شد، تمام رأس حرم نظامی ما رو زدن، دیگه نمیتوانیم ما مقاومت بکنیم. این بازسازی یکی از مهمترین در واقع ویژگی های فرماندهی بسیار هوشمند بود. آیه قرآن مجید وقتی که درباره استحکام و اشتداد حکومت داوود صحبت میکنه، و شددنا ملکه و آتیناه الحکمه و فصل الخطاب، ما بنیاد حکومت داوود رو مستحکم قرار دادیم به خاطر اینکه به او حکمت داده بودیم. این حکمت یک عقلانیتی هست که همراه در واقع با ذوق و با هنر و با عشق، و گفت حکمت نقطه تلاقی عقل انسان و دل انسان است. من گمان میکنم که این اتفاقی که در واقع در ساماندهی نیروهای مسلح ما افتاد و این دستاوردی که داشتن، دستاورد صنایع موشکی ما، و سوم هم مردمی که پاسخ دادن، یعنی مردم ایران اونچنان پاسخ روشنی دادن به رهبری، اونچنان پاسخ روشنی دادن از زاویه دیگری به اسرائیل و به امریکا، که این پاسخ در واقع روشن موجب شد که تبدیل بشود به یک درسی برای همه ما، درسی برای همه در واقع نیروهای سیاسی کشور، که قانون و مرکزیت در هر حال وحدت و یگانگی ملی ما به لحاظ فرماندهی رهبری است. نیروهای مسلح پشتوانه عزت، اقتدار و صیانت از آب و خاک به استقلال ما هستند و حضور مردم در واقع طمأنینه همه ماست. من گمان میکنم که این سه موردی که اشاره کردم سه اتفاق بسیار مهم بود. البته گفت شفا کی دهد این باده ها به مستی ما. درباره این 12 روز جنگ می شود 12 جلد کتاب در واقع نوشت، حداقل یا کتابی در 12 فصل نوشت و هر کدام از این سرفصل‌هایی که من اشاره کردم رو بهش توجه کرد و تبیین کرد. بسیار متشکرم. و در پایان رسم راهبرد و امضای نهایی شما بر پایان این سخنان، ظرف 1 دقیقه رخ به رخ مردم عزیز ایران آنچه که دوست می‌دارید رو بیان کنید. من این نکته رو در واقع به عنوان فردی از مردم ایران با مسئولان حکومتی عرض می‌کنم، یعنی حضور در واقع مسئولان نظام و دولت، و اون هستش که ما نخبگان کشور رو در عرصه‌های مختلف تقویت بکنیم حضورشون رو. ببینید صنایع موشکی ما بدون حضور نخبگان اتفاق نمی افتاد. نخبگان علمی، فنی و تکنولوژیک، صنایع هسته‌ای ما به همین ترتیب، صنایع نانو ما به همین ترتیب. ما در حوزه فرهنگ، در حوزه سیاست، در حوزه اقتصاد همین در واقع نخبگان رو هم جلب بکنیم. در واقع جامعه ما به گونه‌ای باشه که مردم صداهایی رو که میشنوند در حوزه‌های مختلف احساس بکنن که آگاه‌ترین افراد، داناترین افراد، باسوادترین افراد در صدا و سیما هستن، در وزارتخانه ها هستن، در دولت هستن، در روزنامه ها هستن. اگر ما به گونه‌ای عمل کردیم که در واقع جای نخبگان مشاهده نشد و با افراد متوسط یا
گاهی با حسرت زیر متوسط خواستیم امور رو سامان بدیم، این یکی از اون خلاهای جدی است که آسیب میزنه به همه ما. متشکرم از جناب عالی آقای دکتر مهاجرانی که در این گفتگو شرکت کردید، میهمان راهبرد بودید. سپاسگزارم از شما و براتون آرزوی توفیقات روزافزون دارم. من هم متشکرم. خیلی ممنونم از توجه شما بینندگان عزیز و ارجمند به برنامه راهبرد. امیدوارم که این گفتگو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همه آنچه که رقم میخورد این است که ما پیرو شما مردم بزرگ ایران هستیم، شمایی که با حضور آگاهانه و حماسه سازی عاقلانه چنان پاسخهایی به دنیا دادید که موجب افتخار تاریخی این سرزمین تمدنی است. پایدار باشید و برقرار. خدا نگهدار. آقای دکتر خیلی متشکرم. خیلی ممنون، خیلی متشکرم.